بله. قربان رئیس ستاد تشریف آوردن. قربان رئیس ستاد تشریف آوردن. بسیار خوب. خب همه چی مرتبه؟ بله. فرمانده؟ قربان. فرمانده، من وقت زیادی ندارم. لطفاً توضیحات لازم رو بدید. بله قربان. قربان، این مکان رو ما برای شروع حمله در نظر گرفتیم. در واقع از اینجا تا اینجا عرض جبهه‌ای است که امروز تصرف می‌کنیم. با کدام لشکر حمله می‌کنیم؟ با لشکر 6 زرهی و 11 و 13 مکانیزه. پیش بینی چقدر رسی رو کردید؟ حدود 4000 نظامی و چند صد هزار غیر نظامی. قربان، این دو شهر هم به تصرف ما در میاد. شاید بتونیم 10,000 نفرشون رو بکشیم. قربان فرمانده، من میل ندارم نقشه ای رو که کشیدی با شکست روبرو بشه. باید مراقب بود که همه چیز حساب شده و از روی برنامه باشه. مطمئن باشین قربان، ما قبل از حمله تمام این مناطق و شهرها را از طریق توپخانه و هواپیما بمباران میکنیم. به این ترتیب از این قسمت بمباران میشه. در واقع سایه به سایه بمباران نیروهای ما این مناطق رو تصرف میکنن. تا کنار این رودخانه پیشروی میکنیم. 3 پل اصلی اینجاست که همزمان منهدم میشن. در عوض نیروهای ما 3 پل در این قسمت ها برای عبور افراد خودی روی رودخانه نصب میکنن. قربان، نقشه برای تمام فرماندهان توجیه شده؟ بله قربان. آخرین مرحله توجیهی 1 رو به پیش انجام شد. قربان، این حمله با آمادگی کامل نیروها و در عین حال کاملا سری انجام میگیره. قربان بسیار خوب. من بیش از این به جزئیات کاری ندارم. برای من نتیجه عملیات مهمه. چه ساعتی حمله رو شروع میکنید؟ رأس ساعت 10:10 و 30 ثانیه با گفتن کلمه رمز نابودی عملیات شروع میشه و تا شب کار رو یکسره میکنیم. قربان موفق باشید فرمانده. دوست دارم ببینم از این آخری سرافراز بیرون میای یا نه. مطمئن باشین قربان.
الو سرگرد، من هستم. آماده ای؟ مگه نگفتم باید حاضر باشه؟ بسیار خوب، بسیار خوب. تا 1 دقیقه دیگه باید درست بشه. هرچه سریعتر به من اطلاع بدین. بفرمایید. قهوه منو بیارین. سرهنگ؟ بله قربان. شما آماده این سرهنگ؟ بله قربان. منتها یک اشکال جزئی مخابراتی پیش اومده. اشکال سرهنگ؟ تا 1 دقیقه دیگه رفت نشه اعدام تو میکنم سرهنگ. حتما توطئه‌ای در کاره. قرص منو بیار. چشم قربان. الو سرگرد، وضعیت 13 درست شد؟ خوبه سرگرد. پس رأس ساعت 10:10 به اتاق فرماندهی بیایی. سرهنگ؟ بفرمایید قربان. خطوط مخابراتی مخصوص چی شد سرهنگ؟ خوشبختانه مشکل رفع شد قربان. خوبه سرهنگ، خوبه. از این لحظه کاملا آماده باش. اطاعت میشه قربان. 465 از 253 به 465 طبق دستور 01 عمل کنید. 465 قربان قرصتون حاضر. برو بیرون. اطاعت قربان. 465 به 253 شنیدم. تمام. 11 20 از من به کلیه واحدها. مفهوم شد قربان. واحد 0 36 11 99 26 64 مفهوم شد قربان. از همکنون برای وضعیت مخصوص کاملا آماده باشید. از من به کلیه فرماندهان عملیات رأس ساعت 10:10 به اتاق فرماندهی بیاین. تمام. مفهوم شد قربان. مفهوم شد قربان. مفهوم شد قربان.
پس چرا این احمقا نمیان؟ زیاد عجله نکنید ژنرال. اشتباه نکنید، من اینجا هستم. تو کی هستی؟ زیاد عجله میکنید، کم کم با هم آشنا میشیم. شما کی هستین؟ پس چرا من شما را نمیبینم؟ حتما از دیدن من خوشحال نمیشین. تو این لحظه این چه خیالاتیه که به سر من زده؟ نه فرمانده، این بار دیگه خیال نیست، واقعیته. تا به حال راجع به من 10 بار فکر کردین، اما زود فراموشتون شد. شما کی هستین؟ هر جا هستین دستاتونو بذارین رو سرتون و بیاین بیرون. عصبانی نشید فرمانده. خطا کردیم، دوباره امتحان کنیم. این اولین بارتون نیست که خطا میکنیم. 1 عمر خطا کردیم. تقریبا از اولین گامی که برداشتین خطا رفتین. شما کجا قایم شدین؟ این شما هستین که خودتونو از من پنهان میکنین. اکثر مردم همینطور هستن. سعی میکنن با هر قدمی که برمیدارن از من دور بشن، در حالی که هر قدمی که برمیدارن 1 گام به من نزدیکتر میشن. البته هیچ فرقی نمیکنه که این قدم ها رو از کدام طرف بردارن، چون تمام راه ها به من ختم میشه.
بیاین بیرون، بیاین بیرون. انسان خطاکار، حتی در آخرین لحظات هم نمیتونید درست فکر کنی. ببینین، من تا چند لحظه دیگه باید فرمان حمله رو بدم. شما هر کسی هستین لطفاً دست از شوخی بردارین. اگه خیالات خودم هم هستین لطفاً در یک وقت دیگه. الان موقع این کارا نیست. بسیار خوب. من الان دیگه باید پشت میز کارم باشم و این حمله رو رهبری کنم. در واقع بدون من حمله بی حمله. دیگه هنگام نابودی دشمن فرا رسیده. این یک جنگ جهانیه. از من به کلیه واحدها، از من به کلیه واحدها. سرهنگ چرا جواب نمیدین؟ بیفایده است. خودتونو اذیت نکنین. بازم شما؟ ولی شما کی هستین؟ کجا قایم شدین؟ هر کجا هستین بیاین بیرون و با احترام بیستین و خودتون رو معرفی کنین. آجودان تو هستی؟ گویا خیلی مایلین منو ببینین. بسیار خوب، ببینین. کمک! سرهنگ! کمک! اون دستگاه حقیر دیگه صدای شما رو نمیرسونه آقا. سرهنگ! آجودان! یکی بیاد اینو بندازتش بیرون! بیفایده است. آروم باشید. کسی صدای شما رو نمیشنوه. اون اسباب بازی رو بدینش به من. بدید. نه جلو نیاین. اگه جلوتر بیاین شلیک میکنم.
شما کی هستین؟ مطمئنین که از اسم من وحشت نمی کنین؟ گمان میکنم شما یک نظامی هستین و لباس ضد گلولم تنتونه. حتما از نیروهای نفوذی دشمن هستین. اما چرا روی سرتون دوتا شاخ داره؟ اونا رو گذاشتین که منو بترسونین؟ اون نقاب از چهرتون بردارین تا من چهره واقعیتون رو ببینم. ها، سرهنگ شما هستین؟ ارطور میل شماست. هر کسی منو یک جور میبینه. پس شما کی هستین آخه؟ حالا چه وقت این کاراست؟ من قول میدم چهرتون رو سیاه کردین که منو بترسونین. اون دشنه سرکجم گرفتین دستتون تا وحشتناکتر بشین. ولی از جون من چی میخواین؟ از جون شما فقط جون شما رو میخوام. نه جلوتر نگاین. اون خنجر رو جلو نگار. اگه دست از این کاراتون بر ندارین، اگه جلوتر بیاین میدم بازداشتتون کنم. اشتباه دیگه کافیه. چشماتون رو باز کنین و واقعیت رو ببینین. خواهش میکنم آقا. من تو این لحظه اعصابم به خودی خود متشنج هست. شما از این کارا چه منظوری دارین؟ بسیار خوب. هر طور میل شماست. دوست دارید چطور قبض روح بشید؟ قبض روح؟ شما اسرائیلین؟ نه، من مرگم. مرگ؟ اسمای دیگه ایم دارم. موت. جورای دیگه ایم میشه تعبیرم کرد. راستش برای بعضی ها من نقطه پایان زندگی با خوشی ها و غم هاش هستم و برای بعضی ها نقطه شروع یک زندگی جدید. زندگی جدید بسیار خوب و یا بسیار بد. زندگی شما متاسفانه به هیچ وجه خوب نیست، فرمانده. راستش من هنوز نمیدونم شما کی هستین و منظورتون چیه. شاید من دارم خیالات میکنم، ولی هر کسی هستین ازتون خواهش میکنم دست از سر من بردارین. میدونین 3 لشکر از ارتش ما الان آماده ایستادن تا من فرمان حمله رو بدم. نیروی هوایی ما آماده بمباران مناطق دشمنه. توپخانه های ما مسلح شدن و آماده آتشن. از این لحظه به بعد خیلی از نیروهای دشمن نباید زنده بمونن. از فردا هزاران سرباز به خاطر لیاقتی که از خودشون نشون میدن پاداش میگیرن.
10 فرمانده کل و جز ترفیع مقام میگیرن. خود من دیگه مجبور نیستم شب تا صبح خودم رو توی این اتاق حبس کنم و نقشه حمله بکشم. میدونین بعد از این حمله 100% موفقیت آمیز من به سمت فرمانده مافوق منصوب میشم. از این به بعد دیگران نقشه میکشن و من فقط در آخرین مراحل اونا رو چک میکنم. همین الان پیش پای شما فرمانده مافوق اومده بود نقشه منو چک کنه. از فردا دیگه من راحت میشم. برای خودم مدام میرم یه لاغ و قشلاق و فقط از دور جریاناتو کنترل میکنم. فردای دیگه به کار نیست فرمانده. امروز آخرین روزیه که تو زنده هستی. تا چند لحظه دیگه کار خودم رو تموم میکنم و میرم. خب فرمانده، وصیت کردی یا نه؟ وصیت؟ نه. میدونین من قصد نداشتم به این زودی بمیرم. من تازه 37 سالمه. خیلی زوده که بمیرم. تازه اول زندگی منه. ببینید آقای مرگ، شما به این قیافه شاداب من نگاه نکنین. من صورتمو با سیلی سرخ نگه داشتم. راستش من بچه فقیری بودم. توی زندگیم تا حالا رنگ خوشی رو ندیدم. برای اینکه به این مقام برسم ماها توی این اتاق دربسته موندم و نقشه حمله کشیدم. بچگیامم همینطور بودم. نصف روز میرفتم درس میخوندم و نصف روزم میرفتم حمالی. من تازه تصمیم گرفتم بعد از این حمله زندگی کنم. تازه میخوام از زندگیم لذت ببرم. من در لحظه زندگیم سختی کشیدم. هر لحظهش یک عمر بر من گذشته. اما حالا که از اینجا بهش نگاه میکنم یک شب تا صبح به نظرم میاد. همه همینو میگن، اما متاسفانه وقتی منو میبینن اینو میگن. زندگی به یک صبح تا شام میماند. برای این نصف روز زندگی این همه دروغ گفتی، این همه خیانت و جنایت کردی. نمیتونستی این زندگی نصف روزه مردم رو به خاطر زندگی نصف روزه خودت خراب نکنی؟ از قیافت معلومه که منتظر من نبودی. فکر نمی کردی که به این زودی بیام سراغت؟ نه. آخه من هنوز جوونم. پیرهایی که عمر نوح رو کردن دلشون نمیخواست هرگز منو ببینن. فکر کردی من چجوری پیدام میشه؟ راستش اصلا فکرشو نمی کردم. ولی شاید مثلا با یه ضد حمله. و برای همین خودتو تو این کاخ مستحکم زیرزمینی پنهان کردی؟ دلتو به این برج و باروها خوش کردی غافل از این که برای تمام درها
قفل‌های محکم و نگهبانم گذاشتیم قربان. و با این حساب هیچ فکر نمی کردی من پیدام بشه، نه؟ این حماقت و همه کسانی که ماهیت و قدرت واقعی منو نمیدونن مرتکب میشن. فکر نکردی که من همیشه از در نمیام تو؟ نمیدونستی برج و بارو برای جلوگیری از عبور من کافی نیست؟ من همیشه و همه جا هستم. من پایانی بر هر آغازم. خب فرمانده، اشتباه آخرت این بود که وصیت نکردی تا اموال تو به کسانی بدن که تو به زور از چنگشون در آورده بودی. اینجوری عذابت کمتر میشد. خب فرمانده، آماده باش تا قبض روح بشی. نه، خواهش میکنم به من مهلت بدین. شما از کشتن من چه چیزی گیرتون میاد؟ میدونم که شما منو یک لاشخور میدونین. برای من مهم نیست تو مثل کی یا مثل چی هستی. به هر حال من در زمان مشخصی با همه شما روبرو میشم. از خیر من بگذرین. من لاشخورای دیگه ای رو به تو معرفی میکنم که از منم خونخوارتر و کثیفترن. ببینی همین سرهنگ نظامی، همونی که 10 تا انگشتش رو روی دکمه بمب‌ها فشار میده، اون از منم خونخوارتر و کثیفتره. اون حتی مثل منم آدم نمیکشه. اون اصلا از آدم کشی خوشش میاد. لااقل من برای اینکه به یه زندگی خوب برسم آدم میکشم. خواهش میکنم اگه نمیخوای میتونین فرمانده مافوق یا رئیس ستاد یا هر کس دیگه ای رو که خودتون صلاح میدونین از سر من که دست بردارین. دیگه فرقی نمیکنه که سراغ چه کسی میرین. ببینین من حتی خودم حاضرم کمکتون کنم. با این وسایل مرگزایی که ما داریم شما مجبور نیستین آدما رو دونه دونه قبض و روح کنین. نگاه کنین کافیه این دکمه رو فشار بدین. اون وقت بوم، هزاران نفر قبض روح میشن. تازه از اون پیچیده ترش هم داریم، بمب اتمی. فقط کافیه این دکمه رو فشار بدین. اون وقت بوم، بیشتر دنیا دود میشه. شما چه اصراری دارین که از اون وسایل ابتدایی مثل خنجر استفاده کنین؟ اگه ماگرین میتونین این حمله رو به جای من فرماندهی کنین. این پشت بشینین و بگین 1-0-11 نابودی، 1-0-11 نابودی، 1-0-11 نابودی، 1-0-11 نابودی، 1-0-11 نابودی. خواهش میکنم مرگ عزیز، الان همه افراد ما آماده ایستادن تا از پشت این دستگاه کلمه نابودی رو بشنون. اونا رو ناامید نکنین. خواهش میکنم. میبینم هنوز هم در فکر نابودی دیگران هستین. بهتر بود شما نیروهاتون رو برای ساختن به کار میگرفتین.
کمک! کمک! کمکم کنید! کمک! 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 اگه تا به حال نمردین به خاطر اینه که هنوز عجلتون سر نرسیده. چشماتونو باز کنین فرمانده. هنوز نمردین. شما که انقدر ترسو نبودین، یا لااقل خودتونو اینطوری نشون نمیدادین. اگه مایل باشی هنوزم میتونی سر پا بایستی. به یاد میاری تا به حال چند بار تو زندگیت اینطوری توی بغل من جا گرفتی، اما من رهات کردم. یک بار در بچگیت بود، وقتی به سختی مریض شده بودی. یک بار وقتی از درخت بالا رفته بودی تا شیشه همسایتونو با تیر کمون بشکنی و از اون بالا افتادی تو بغل من، اما من رهات کردم. یک بارم وقتی اون جسم سنگین به جای اینکه بخوره تو سرت در کنارت افتاد. یک بار دیگه مهم نیست. بارها و بارهای دیگه. اما نه، این بار دیگه از اون خبرها نیست. در زندگی همیشه یک لحظه هست که با هر لحظه دیگه فرق میکنه. چقدر فرصت دارم؟ این جزو اسرار عالمه. کسی نمیتونه از اون با خبر بشه. در واقع هیچ کس از این که فردا چه خواهد شد و به سرش چه خواهد اومد مطلع نیست. قربان، شما چه حضور سردی دارین قربان. تمام بدن من داره یخ میکنه. از وقتی که شما اومدین تمام کرمای زندگی از بین رفته. در واقع تمام نقاط
سوق الجیشی و حساس در دست شماست. قربان، به من مهلت بدین. چه وحشتناک، چه قیافه وحشتناکی دارین. هر کدوم از دندونات مثل یک خنجر از دهنت اومده بیرون. ببینم میخوای اون دندوناتو تو گردن من فرو کنی؟ بیرم، بی انصاف، ای دشمن غدار زندگی. همه منو به این صورت نمیبینن. هر کس منو چون باطن خودش میبینه. بذار من خودمو معرفی کنم. من بیشتر اوقات به طور ناگهانی پیدا میشه. اونقدر ناگهانی که اگه چشمت باز باشه فرصت بستن اونو پیدا نمی کنی. من هیچ کسو مستقیما خبر نمی کنم، اما چندان بیخبرم پیدام نمیشه. درسته کسی رو خبر نمی کنم، اما با مرگ دیگران بارها تو رو خبر کردم. من یک واقعیتم، واقعی ترین واقعیت زندگی. به قول خودتون شتر من در هر خونه ای زانو میزنه. بسیار خوب فرمانده. بلند شو، هنوزم میتونی از جسمت استفاده کنی. شما بدجوری منو ترسوندین. راستی فکر کردم که مردم. نمیدونم چه بلایی سر فرماندهان عملیات اومده. حتما دوستان شما سراغ اونام رفتن. شاید الان نیم ساعت از وقت حمله گذشته باشه. به من که یک عمر گذشت. اما مانعی نداره. شاید اینطوری بهترم باشه. اگه دشمن از حمله خبردار شده باشه، در این صورت فکر میکنه دیگه منتفی شده. اگه اجازه بدین از حالا شروع میکنیم. میدونین الان دیگه طبق قرار قبلی نیروهای ما اون 3 تا پل منفجر کردن و گروه مهندسی ما برای عبور افراد خودی 3 تا پل جدید بر روی رودخانه نصب کردن. ما باید به سرعت حمله کنیم و الا ممکنه دشمن تصمیم بگیره با یک ضد حمله سریع به ما بدل بزنه. خواهش میکنم آقای مرگ، به من مهلت بدین تا این آخرین حمله رم با موفقیت کامل به پایان برسونم. در صورت تمایل بعد از حمله با هم صحبت میکنیم. درسته که شما یک واقعیت هستین، ولی خب هر واقعیتی هم یه جایی داره. از نظر استراتژیکی هم چندان مناسب نیست. تمام افسران کارکشته در این مورد با من هم عقیده هستن. ولی من یک لحظه بیشتر نیست که پیش شما اومدم. مدت ملاقات من با همه تنها یک لحظه است. به ساعت نگاه کنید فرمانده. من ساعت 10:10 به ملاقات شما اومدم. پس هنوز دیر نکردن، هرچند اگه دیرم شده باشه. ولی من برای کار دیگه ای به اینجا اومدم.
البته اتفاقا من منتظر شما بودم. به منشیم گفته بودم اسمتون رو یادداشت کنم. ببخشید، گفتین که اسم شما آقای مرگه؟ چه اسم جالبی. خشک، بیروح و نظامی، کاملا مناسب حال من. خواهش میکنم قربان. جان نثار مدت‌ها روی این نقشه کار کردم و دلم میخواد نتیجهشو ببینم. دروغ میگین. این به تنهایی نمیتونه انگیزه زندگی شما باشه. خب راستش من دلم میخواست که آخرین نفری باشم که میمیرم. برای من مشکله که بمیرم و دیگران هنوز زنده باشن. مثلا این سربازا که درجهشون از من پایین تر زنده بمونن و از زندگی لذت ببرن، اون وقت من بمیرم؟ نه، اینطوری انصاف نیست. فرمانده مافوق من که علل قاعده باید زودتر بمیره زنده باشه و اون وقت هنوزم دروغ میگین. همه ی انگیزه هاتون از زنده موندن برای من نگفتین. خب من زندگی رو دوست دارم. برای چی؟ نمیدونم قربان. میدونی؟ پس لااقل اجازه بدین که من یک کمی فکر کنم. من حتی یک لحظه مهلت زیادی به کسی نمیدم. شما همه چیزو میدونید. هر کس نفس خودشو بهتر از کس دیگه میشناسه. فقط خودشو فریب میده. درسته. اتفاقا من چه آدم فراموشکاری هستم. فراموشکار نه، خودفریب. از وقتی خدا رو فراموش کردین خودتونو خیلی فریب دادین. پیدا کردم قربان. خب یکیش اینه که من به زندگی عادت کردم. بسیار خب یکی دیگرش هم اینه که من دلم نمیخواد بمیرم. دلم نمیخواد از بین برم. دلم میخواد که زندگی جاوید داشته باشم. همه زندگی جاوید رو میخوان. همه به دنبال آب حیات میگردن. اما بیشتر شماها اشتباه میکنید. برای جاوید ماندن نباید به زندگی که با مرگ گره خورده دل بست. آیا تو تا به حال دیده بودی که کسی از مرگ نجات پیدا کنه؟ شماها بیشترتون دیوانه اید. دل به فنا شدنی ها بستید. وقتی رفتم سر وقت هیتلر و چنگیز پرسیدم چرا این همه جنایت کردین؟ گفتن برای اینکه ناممون جاوید بمونه. گفتم هیتلر و چنگیز اسم جسم شماست. وقتی جسم شما نباشه چه فرقی میکنه اسم شما باشه یا نباشه؟ اسم کلمه‌ای است مربوط به دیگران. خب آماده باشید فرمانده. لحظه موعود داره فرا میرسه.
به من مهلت بده. خواهش میکنم. خواهش میکنم رحم کنین. رحم کنین. رحم کنین. حالتون چطوره ژنرال؟ پاهم دیگه حس ندارم. برای شما مقدر شده که جون از پاتون بیرون بره. میبینین دیگه تکیهگاهتون رو از دست دادین. همیشه روی همین دوتا پا میستادین و از سربازاتون سان میدیدین. همین پاها رو به زمین میکوبیدین و با سماجت میگفتین همینی که هست، هرچی من میگم باید انجام بشه. یادتون هست؟ به یاد میارین فرمانده؟ شما از منم قاتل ترین. در واقع ما برای تو میکشیم. اگه ماله نشده بودی الان همه‌شون رو نابود کرده بودیم. شما از جون من چی میخواین؟ از جون فرمانده چی میخوای؟ همه همینو میگن. از جون یک کفاش چی میخوای؟ از جون یک عابد چی میخوای؟ من با تو دشمنی خاصی ندارم. تو تنها یک نفر از کسانی هستی که من به سراغشون میام. سراغ سربازان تو، دوستان تو و دشمنان تو هم میرم. من به سراغ هر جانداری میرم. به کار خودمون برگردیم فرمانده. جون از دستهای شمام دیگه بیرون اومده. براتون متاسفم فرمانده. برای شما چقدر زشته که یک فرمانده نشسته بمیره. با این دست هاتون شما یک روزی فرمان مرگ و امضا می کردین. یادتون هست؟ باز هم چشمهای وحشت زده یک محتضر. به اطرافتون نگاه کنید فرمانده. اکنون واقعیاتو چجوری میبینین؟
همه چیز شکل دیگه‌ای پیدا کرده. نه، همه چیز در نگاه شما رنگ باخته. آیا هنوزم حاضرین به اینها دل ببندین؟ این ساختمان محکم رو چگونه می‌بینی؟ خرابه. زنده ها رو چگونه می‌بینی؟ مرده. زندگی رو چگونه می‌بینی؟ مرگ. مرگ رو چگونه می‌بینی؟ مرگ میبینم. تاریک و وحشتناک، سرد. اینو دیگه اشتباه میکنی. بسیاری مرگ و یک زندگی والا میبینن، اما تو هم حق داری. رفتار تو به گونه‌ای نبوده که غیر از این ببینی. واقعیت این چیزیه که اکنون میبینی. به چهره همه آنها که زنده‌اند نگاه کنید. در نگاه زنده و شاداب آنها مرگ را میبینید. آن روی زندگی مرگ است. همه چیز فنا خواهد شد. فراموش نکنید. همه چیز فنا خواهد شد. فراموش نکنید. به دنیا می آیید که روزی بروید و می میرید که بار دیگر زنده شوید. اکنون جان به گلوی شما رسیده است. نه، لازم نیست جواب بدهید. تا زبان شما جان دارد سعی کنید مزه تلخ زندگی را حس کنید. با چنین مزه‌ای آشنایی دارید؟ متاسفم که شما به گونه‌ای زندگی نکردید که زیبایی‌های مرگ را ببینید. مثل این که شما هم با من موافقید. حیف که دیر به واقعیت ها پی بردید. زندگی چندان هم ارزش این کارها را نداشت. وقتی که شما مردید دیگران وظیفه انجام جنایات شما را بر عهده میگیرند، بدون اینکه از مرگ تو عبرت بگیرند. مرگ شما زنده ها را تنها متأثر می کند. این به تنهایی کافی نیست. بایستی عبرت گرفت. هنگام خداحافظی است. فقط چشمهای شما مانده است. حالا شما مختارید که خودتان چشمهایتان را به جهان ببندید یا اینکه آن را باز بگذارید تا دنیا از شما چشم بپوشد. چندان فرقی نمی کند. او مرگ را باور نمی کرد. شما نیز مرگ را باور نمی کنید. گمان می کنید مرگ تنها برای دیگران است. میدانم که مستی زندگی مرگ را از یاد شما برده است. میدانم که در روزمرگی ها غرق شده اید تا آغاز و انجام خیش را فراموش کنید. اما این رسم من است. من سرزده خواهم آمد از جایی که هیچ فکرش را نمی کنید.
و به هیچ کدام شما یک لحظه نیز فرصت نخواهم داد. هر کدام از شما مرا به گونه‌ای خواهد دید. از همکنون می توانید قیافه مرا پیش خودتان مجسم کنید. رفتار و شکل مرا اعمال شما تعیین خواهد کرد. من هیچ کدام از شما را خبر نخواهم کرد لحظه پیش او نیز زنده بود. فاصله تولد تا مرگ بسیار کوتاه است. فقط یک نیم روز. این نیم روز را به عبث نگذرانید. این نیم روز را از هم دریغ مدارید. این نیم روز را به عبث نگذرانید. خداوند شما را بیهوده نیافریده است. از مرگ گریزی نیست. من با مرگ دیگران مرگ حتمی شما را خبر خواهم داد. به من بسیار فکر کنید. به پس از من بسیار فکر کنید. این عاقبت در انتظار یکایک شماست. من به سراغ همه شما خواهم آمد. مفهوم نیست قربان. مفهوم نیست قربان. تکرار بفرمایید. از سرهنگ به من. از سرهنگ به من. واحد 036 11 99 26 64. مفهوم نیست قربان. مفهوم نیست. اجازه است ژنرال؟ ژنرال قربان ژنرال حالشون به هم خورده. پس تو چی کار میکردی؟ قربان من همین الان براشون قهوه و قرص آوردم. همین 2 دقیقه پیش بود. دکتر رو خبر کنید. اطاعت میشه. دکتر رو خبر کنید. اطاعت میشه قربان. از فرماندهی کسب تکلیف کنید. فوراً. بله قربان. الو فرماندهی. الو فرماندهی. حال ژنرال خوب نیست. نه چیزی نیست، فقط حالشون به هم خورده. مثل اینکه نفس نمیکشه. ولی تیری شلیک نشده. قربان گویا نفس نمیکشن. بله رفتن دکتر رو خبر کنن. قربان عملیاتو چه کسی فرماندهی کنه؟ معاونشون؟ چشم قربان، متشکرم. قربان ولشون کنین. فرماندهی فرمودن شما کارو انجام بدین. من؟ بله قربان. بسیار خوب. الو واحد 096 موقعیت خودتون اعلان کنید. واحد 096 موقعیت 457. الو واحد 036 موقعیت خودتون اعلان کنید. واحد 036 در وضعیت 26. همه واحدا 0911 نابودی. فاصله تولد تا مرگ بسیار کوتاه است. شنیدم.
نابودی. فقط یک نیم روز. بله بله او مرگ را باور نمی کرد. بله. شما نیز مرگ را باور نمی کنید. خط 326. گمان می کنید مرگ تنها 326. برای دیگران است. خط 674. میدانم که مستی خط زندگی مرگ را از 674. یاد شما برده است. میدانم که در روزمرگی ها غرق شده اید تا آغاز و انجام خیش را فراموش کنید. اما این رسم من است. من سرزده خواهم آمد از جایی که هیچ فکرش را نمی کنید و به هیچ کدام شما یک لحظه نیز فرصت نخواهم داد. من با مرگ دیگران مرگ حتمی شما را خبر خواهم داد. به من بسیار فکر کنید. به پس از من بسیار فکر کنید. این عاقبت در انتظار یکایک شماست. من به سراغ همه شما خواهم آمد.